هفته خبر تو خبر داره براتون. از ولی فقیه طلسم شکسته زهر خورده زوار در رفته ای که کلکسیون مصیبتاش کم بود، حالا درد ویلپنت و گرد همایی 27 جوان هم بهش اضافه شده. عثمان و شیخسپری از مدتها قبل هر شب کابوس گرد همایی ویلپنت رو میبینن و از ضربه‌ای که قرار هموطنان به فک نظام بزنن یادشون به هوا میره. یه چیزی توی مایه ها. مخلص همه با مراما و با معرفت دارایی که جمعشون جمعه، نه لنگه دارن نه هر کوچیک شما. شما بنز ما فرقون، شما ابچار نیاگارا ما توپ سربالا، شما نغمه سنتور ما وزوز زمون. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به زماندار، عرض میکردم بله، میفرمودن که برای آدم بیچاره مفلوک خوشبختی فاصله این بدبختیه تا بدبختی بعدی، ولی برای مقام عثمان دیگه اینطوری هم نیست. از یه موقع این بدبختی ها چسبید به این بدبختی ها عین ماشین که پلاتین میچسبونه. الان دیگه رفته اونوری، هنوز این بدبختی تموم نشده، این یکی بدبختی شروع شده. برای مذاکرات و دلواپسا و زهر و سوریه و عراق اینا همه اینا هست. داستان پاریس هم که گفتن حرفشون نزنیم هست. من به مقام عثمان گفتم که مقام عثمان شما اصلا دکتر لازم نداره، چی تو مرض میگیری میگیری اونان مرضت اینی اونزوره. آخه نوشیدنه بعد از مجلس رب که نوشیدنه خوشمزه نمیشه. به اون گفتم شما هواشناسلıq احتیاط داره، که میگی فردا پس فردا اون روز باران میآید. حالا میآید یا نمیآید اینکه اون بحثی دیگره. اصلا من خودم به خاطر این دکتر نشدم، البته هواشناسلıq هم نشدم که اون دیگر به بحثیزه کار نداره. اینی که الان مقام عثمان اون فکر میکنه که بعدن اون ویلپنه اون میخوای اون میزنی به کمر مقام عثمان، از اون بهتر اون مذاکرات چه کار داره، اصلا عراق سوریه اینها چه کار داره، از اون بهتر. بعد وقتی به نوا بسارا که مقام عثمان من بهش گفتم که مقام عثمان شما به اون فکر میکنه که اگر تو دستت نمیتوانه یک دستت به سمت آسمان میبره، از حالا تمام زور خودت جمع میکنی محکم میزنی توی پس کرده خودت، که از حالا بدون چه بدبخت به سرالقه در سر راه مانده باشی. در پایان هم با شعری از خودم میخواهم اون ختم میدهه که بسیار هزون باید تا کفته شود پخته. ملا حسن شاعر این شعر خودش گفته. بله. ببین بزن عزت کوچیکه چی میگه؟ میگه واسه خاطر آینده من برو. آخ که من دست بر نزده اسیر آینده عزت و عزتام. ببین داشته باشی اومدم دنده رو چاق کن، حشمت اومد، عزت زیاد. از نظر استراتژیکی بعضی وقتا باید گفتش که خب هر کاری که از دستت برمی اومد کردی، حالا دیگه نوبت پاهاته، باید گورتو گم بکنی. این آخرین راهنمود استراتژیکی مخفی من بوده به مقام عثمان که پیش خودمون بمونه بعد شنیدن قرارمدارای شما تو پاریس.